ساعت تقریبا 3 شب 24 آگوست سال 2024 در طربخانه ازبکی توقی در گلگشت کراسنی در نزدیکی ساحل دریای نیوا در مرکز تاریخی شهر سنت پترزبورگ روسیه دو گروه مهاجران از تاجیکستان و آذربایجان از گریبان یکدیگر گرفتند. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی جمله فانتانکا در جریان این مناقشه دو نفر، یک جوان 25 ساله تاجیک و یک مرد 38 ساله آذری زخم کورد خوردند. با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی، پلیس یک جوان 26 ساله زاده آذربایجان را دستگیر کرده است. بنا به خبرها شب 24 آگوست در طربخانه توقی نه فقط آشپزخانه‌اش در آشخانه بلکه مشتریان آن نیز مورد استفاده از کورد را به نمایش گذاشتند. آن شب در این طربخانه دو گروه در دو میز علیحده استراحت داشتند. دو مرد زاده آذربایجان همراه یک دختر ساکن پترزبورگ زادروز را جشن می گرفتند. در میز دیگر جمعی از زادگان تاجیکستان گرد جمع آمده بودند. هر سر چند وقت مشتری ها برای سیگارکشی بیرون می رفتند، یا در وقت سیگارکشی و یا هنگام تناول غذا و مشروبات بین آنها چیزی گذشت که نزدیکی های ساعت 3 شب 1.5 ساعت قبل از بسته شدن طربخانه مشتریان از سر هر دو میز برخاسته به بیرون برآمدند. مسئولان طربخانه میگویند در بیرون چه گذشت آنها ندیدند، ولی اول صدای داد و فریاد را شنیدند و سپس یک جوان تاجیک آغشته خون با روده های آویزان همراه دوستانش به طربخانه برگشته از آنها خواستند که به یاری تاجیلی زنگ زنند. در زنازنی از آن طرف نیز یک نفر جراحت برداشته است، ولی زخمی دوم را همراهانش با ماشین خود بار کرده از جای حادثه فرار کردند. پلیس بعد چند ماشین آنها را منع کرد. یک مرد 38 ساله زاده آذربایجان را که از شکمش کورد خورده بود به بیمارستان انتقال دادند. همراه 26 ساله او با گمان رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی دستگیر شده است. باور می رود که همین جوان آذری در جریان زنازنی دست به کار برده است و هم یک جوان تاجیک و هم به احتمال غالب تصادفاً دوست خود را زخمی کورد کرده است. وضع مرد آذری میانه وزنین ارزیابی می شود، ولی وضع جوان تاجیک را وزنین ارزیابی می کنند و او را در شعبه ریانیماسیا خوابانیدند. بنا به اطلاع فانتان که این جوان از قسم دست و شانه ها و شکمش جراحت برداشته، همچنین دچار به بیرون فرو ریختن روده ها شده است. مقامات روسیه در پی افزایش زنازنی های گروهی بین مهاجران اینک چندین سال باز مهاجرانی را که در چنین زنازنی ها اشتراک میکنند بدون قید و شرط به کشورهای زادگاهشان اخراج و راه بازگشت آنها به روسیه را برای چندین سال گاه حتی به مدت تا 40 سال کاملا میبندند.